سوتی اول این سریال که تا حالا جایی گفته نشده و به تازگی هم کشف شده مربوط به عبور هواپیما توی آسمونه. همونطوری که توی تصویر میبینید هواپیما در حال عبور از آسمون و این سکانس با وجود عبور هواپیما ضبط شده و سازندگان سریال متوجه حضور هواپیما توی سریال نشدن. یک هواپیما در مصر باستان و در سرزمین کنعان. عجیبه ها؟ سوتی عجیبه دیگه زمانیه که یوسف به مقام مشاور انتخاب شده و قرار میشه مشکل قحطی رو با مردم در میون بذاره و اونو کنترل کنه. در جلسه یوسف و مردم یکی از اهالی مصر از یوسف سوالایی میپرسه و یوسف هم به اون جواب میده. اما نکته جالبش اینه که ما بازم این مرد رو توی قسمت‌های بعد میبینیم، اما این بار وقتی یوسف در حال سرکشی به تمام شهرهای مصره و در یکی از مسافرت‌های خودش به خارج از پایتخت مصر میره، در اینجا شاهدیم که این مرد یک کشاورزه و در حال کشاورزیه و یوزارسیف در حین سرکشی به دیدن اون میره و با اون حرف میزنه. انگار که از این مرد دو نسخه وجود داره و همزمان هم توی پایتخت مصر حضور داره و همین که کشاورز روستاییه که توی خارج از پایتخت مصر زندگی میکنه. جالبه واقعا. سوتی عجیب دیگه مربوط به بنیامینه، جایی که بنیامین یادش رفته به دیدن پدرش بره و یعقوب النبی دلتنگ دیدار اونه. توی این سکانس بنیامین در طول روز به خونه برنگشته و با تذکر اهالی خونه متوجه دلتنگی پدرش میشه و همون لحظه عازم دیدن پدرش میشه. اما زمانی که از خونه خارج میشه شب شده. فاصله ورود بنیامین به خونه و خروج اون فقط چند دقیقه بیشتر طول نکشیده و معلوم نیست که در عرض چند دقیقه چجوری نصف شب شده. سوتی دیگه مربوط به قسمت 41 و ملاقات حضرت یوسف و برادرش بنیامینه. توی سکانس‌های مختلف یوسف هیچ خال سیاهی روی دست چپش وجود نداره، اما زمانی که بنیامین صحبت از خال سیاه میکنه خال روی دست چپ حضرت یوسف ظاهر میشه. اما قسمت 41 یه سوتی دیگه هم داره که خیلی هم جالبه و اونم مربوط به اومدن برادران یوسف برای گرفتن گندمه. توی تصویر شاهد عبور اتومبیل در پس زمینه ایم. بله، اما وحشتناکترین سوتی های سریال مربوط به سکانس های مرگ و تشییع جنازه پوتیفاره. توی این سکانس در حالی که افراد در صدد انتقال جسد اون به اون سوی نیل و سرزمین مردگان هستن، شما تعدادی از افراد رو سوار بر قایق موتوری میبینید که احتمالاً این افراد از دست اندرکاران سریالن و سازندگان سریال متوجه حضور اونا نشدن و تصویر اونا رو توی این سکانس ضبط کردن.